سلام، من محسن متین هستم از سایت سلام زبان آه، و اپلیکیشن سلام زبان. تو این کلیپ میخوایم در مورد یه موضوع جالب صحبت کنیم. خیلی ها میگن که حالا به شوخی از قدیم میشنیدیم که یادگیری زبان آمپولی شربتی قرصی نداره که ما استفاده کنیم خیلی زود بتونیم یاد بگیریم زبان رو. واقعیت اینه که خب الان برای هر کاری مردم ترجیح میدن سرعت رو انتخاب کنن. یعنی واسه هر امر زندگی، چه غذا پختن باشه چه امور دیگه باشه، همه الان ترجیح میدن که بتونن سریع ترین روش رو انتخاب کنند. مثلا برای لاغری یا چاق شدن میبینیم کتاب ها و روش هایی که حالا ادعا میکنن برفرض لاغری در 30 روز، نمیدونم پولدار شدن در 30 روز، یادگیری فلان موضوع در 30 روز. آه، تو کتاب فروشی ها میبینیم از این موارد شبیهش بسیار زیاده. کلا عصر سرعت شده در یک بودی و یکی از خواسته های اصلی انسان ها شده که همه میخوان سریع 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 به کارشون برسن و شاید هم واقعا حق دارن، چون زمان انسان هم خیلی کوتاه، خیلی مشغله ها زیاد شده و لازمه که بتونیم با سرعت بیشتری به خواستمون برسیم. توی یادگیری زبان شاید بشه گفت سریع ترین راه اینه که راه اشتباه نریم. بی نهایت راه اشتباه و فراوون، دام های آموزشی فراوون جلو راه آموزنده هستش. کسی که میخواد زبان یاد بگیره، زبان آموز، مهمترین نکته اینه که راه اشتباه نره. یعنی یه چیزایی ما بعضی موقع میشنیدیم یا خودمون اشتباهایی که انجام میدادیم، مثلا من بارها شنیدم، هنوزم دارم میشنوم، عجیبه برام. مثلا اون موقع که دیکشنری یا کاغذی بود، کتاب بود، یکی از دوستان میگفت من از ای دیکشنری شروع کردم و حفظ کردم، دارم اینجوری میخونم میرم جلو. آدم داره یاد بگیره زبانش خوب میشه دیگه. مثلا میبینید 6 ماه همینجوری وقت گذاشته. یا روش‌های اشتباهی دیگه که هستش، مثلا عضو شدن تو صفحات مجازی خیلی زیاده آموزش زبان. مثلا فرد میبینید مثلا 10 تا کانال حداقل عضوه، حالا چه اینستا چه تلگرام چه شبکه‌های اجتماعی دیگه که هستش، فیسبوک، روبیکا، ایتا، بله و سروش و نمیدونم هر چیزی که بعدا میخواد بیاد و چیزایی چنینی. اینا خب مطالب عمیقی ندارن، مطالب خیلی کوتاه سطحی پراکنده. خب کسی نمیتونه باش زبان یاد بگیره. یا یه چیز دیگه که هستش اینه که خیلی فایل دانلود میکنن. میبینی یه فرد ادعا میکنه که شاید چند ده گیگ یا چند صد گیگ مطالب آموزشی جمع کرده. خب هیچ وقت شما مثلا نمیرسی بشینی همه رو نگاه کنی و اکثر مطالب هم اینه همن، یعنی اکثر مطالب شبیه هم دیگه، تفاوت آنچنانی ندارن، 99% شبیه هم دیگه. یکی هم خوندن از روی کتاب ها منابع بازاریه، یا شرکت تو دوره های که فقط دارن با کتاب ها منابع بازاری پیش میرن، اینو واقعا نمیتونه کمکی بکنه. یعنی فرد که میره حالا تو تهران بدون انقلاب یا تو شهرهای خودتون، حالا شیرازید، مشهدید، کرجید، رشتید، اصفهانید، اهوازید، خوزستان، حالا کلا یا هر جای دیگه، کتاب فروشی هایی هستش برای زبان، مخصوص زبانه. بعد فرد میره نگاه میکنه، میبینه خب اینو میگیرم مثلا، خب خوب میشه دیگه. حالا خیلی کتابه که خیلی رو مده، مثلا یکی گرامر نیوسه کم 504، من نمیدونم این دوتا چجوری هستن بهش رسیدن. یکم تاکتیکس فور لیسنینگ که خیلی روش مانور میدن، بیشتر این شاید این ستایش و کتاب شبیه. کتاب بازاری واقعا هیچ کدوم نمیتونه نتیجه داشته باشه، چه برای گرامرتون، چه برای لغاتتون، چه برای شنیداریتون. نمیتونه. فقط بازاری، یعنی که اصلا آکسفورد و لانگمن و کتاب فروشی های این چنینی، مؤسسات این چنینی فقط مثلا بیزینس دارن کار میکنن. یعنی هدف اصلیشون تجارته تا آموزش. اگر بخوایم یک سایت و اپلیکیشن خوب رو معرفی کنم خدمتتون، سلام زبان رو معرفی میکنم، برای اینکه شما توی مدت کوتاهی، شاید حدود 3 ماه، میتونید راهی که توی روش‌های دیگه ممکنه تو 30 ترم، 32 ترم
بهش نرسید توی دوره سلام زبان توی چند ماه بهش برسید، کمتر از 6 ماه. دوره آموزشی زبان انگلیسی کمتر از 6 ماه و واسه اکثر آدم میتونه مدت 3 ماه باشه. خب چه ویژگی هایی داره این دوره آموزشی که میتونه اینو به ما یاد بده؟ سایت سلام زبان اول از همه میگم که اکثر مطالبش رایگانه، یعنی بالای 98% مطلب‌ها، بالای 90% مطلب‌ها رایگانه. یعنی این چیزی که دارم خدمتتون میگم تبلیغ نیست، فقط معرفی یک راهی که میتونه به خیلی کمک کنه، به خانواده شما و به آینده خودتون یا اطرافیانتون. اگه بخوایم توی دوره‌های سلام زبان شرکت کنید، چه رایگان چه غیر رایگان، توی سایت که آمدید از فهرست سایت، برای اینکه ویدیو هم طولانی نشه، قسمت از کجا شروع کنم میتونید کلیک کنید و اینجا رو که شروع بکنید با توجه به سطحتون، هدفتون، نوع کلاسی که میخواید، بودجه‌ای که دارید، میتونید روش کلیک کنید و به بخش مربوطه ارجاع داده میشید. یا اصلا کلا شک دارید که اصلا روش آنلاین میتونه براتون مفید باشه، مجازی میتونه یا باید غیر مجازی شرکت کنید، میتونید روی این گزینه کلیک کنید. یه گزینه دیگه که هستش، این بخش راهنما خیلی میتونه بهتون کمک کنه که نتیجه بگیرید برای پیدا کردن مسیر یادگیریتون. و اینکه دوره رایگانمون بسیار با کیفیته، یعنی از بسیاری از کلاس‌های خصوصی که بخواید شما طی بکنید براتون مطمئناً با کیفیت تر و سریع تره. مثلا اینجوری که چون رایگانه مثلا کیفیت پایین داشته باشه، نه، میتونید از رایگان شروع کنید. ولی اگر برنامه‌ای دارید، هدفی دارید که زمان براتون مهمتره، هر چند دوره رایگانمون بازم خیلی سریعتر از روش‌های مشابه دیگرانه، بسیار، حداقل میتونم بگم 50% سریعتره حداقل. ولی اگه باز هدف دارید توی دوره غیر رایگان هم شرکت کنید که توی دوره غیر رایگان کمتر از 3 ماه کسی وقت بذاره، یا میتونیم بگیم کمتر از 6 ماه باز با یه وقت متوسط تر میتونه در حد آیسه 6 و نیم بگیره، یا اینکه مهاجرت خوب داشته باشه، مهاجرت موفق داشته باشه، یه چیزی در حد سطحی که مؤسسات یاد میدن، ولی خب سریع‌تر داریم اینجا پیش میریم روی مکالمه، لیسنینگ، اسپیکینگ، رایتینگ، یعنی 4 مهارت اصلی و مهارت‌های فرعی مثل گرامر، بعد جمله سازی، تلفظ و چیزایی که افرادی که مبتدی هستن خیلی بهش علاقه دارن، پرونانسیشن و اینجور چیزا کامل و خیلی خوب نسبتاً کار میکنیم توی این دوره. این دوره میتونه براتون همون آمپوله باشه. یعنی اول از همه بهتون میگیم که مسیرهای اشتباه رو نرید و اینکه خدمتتون روشی که ارائه میدیم چه رایگانمون بسیار بسیار سریعتر از روش مشابه. روی سایت هم که میاید، غیر از کجا شروع کنم، یه جایی که بخش دیگه که هستش تعیین سطح، میتونید تعیین سطح انجام بدید. ورود اعضا برای افرادی که هزینه دادن، فروشگاه دوره آموزشی که میتونید انتخاب کنید چه دوره‌ای داریم، خصوصی اردو شبانه روزیه یا دوره مجازی ترمی هستش که 3 ترم هستش، زبان مدرسه است، اتاق آموزش که همه مطلبش رایگانه و خیلی مطلب زیادی داره، اتاق مکالمه که پر از مکالمه است، چند هزار مکالمه داره و رایگان کاملا. چیزی که می‌خواستم خدمتتون بگم اینجا تو قسمت بیشتر، قسمت پیشنهاد سرآشپز رو کنار از کجا شروع کنم حتما نگاه کنید. مهمترین مطلبایی که می‌خوایم باهاتون در میون بذاریم تو قسمت پیشنهاد سرآشپز، یعنی حرفایی که داریم یا سرنخ‌های خوبی اونجا میتونید پیدا کنید که چجوری از سایت استفاده کنید، چجوری اصلا زبان رو یاد بگیریم، چجوری پیش بریم، چه هدفی داشته باشیم. این دو تا بخشی که خیلی تاکید دارم بعد شروع کنید. خب برای اینکه بدونیم از سایت باز چجوری بخش رایگان استفاده کنیم، توی قسمت پیشنهاد سرآشپز تشریف بیارید، ویدیوهای بعدی رو نگاه کنید. هرچند سایت شفافه، کسی که با کار سایت آشنا باشه از کجا شروع کنم کاملا میتونه نتیجه بگیره. اگر هم اپمایی بود، ما تو شبکه‌های اجتماعی هستیم، قسمت تماس با ما رو تو فهرست میتونید انتخاب کنید
شماره تلفنمون هست، مشخصاتمون هست، چه ایمیل چه توی شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، ایتا، روبیکا، واتساپ و مواد این چنینی در خدمتتون هستیم. این میتونه حالا به شوخی بیان میکنن همون آمپولی باشه که دنبالش هستید، یعنی توی فرصت کم، توی زمان کم یه نتیجه خیلی علمی پررنگ و مطمئن باش بگیرید. محسن متین هستم، سلامزبان.com.